اولا شکایت از خانواده شوهر رو ما زیاد به شوهر میگوییم، یعنی زنها عزیزان چندین بار در این باره صحبت کرده بودیم که یگان کس برای خود نه پدر و مادر اختیار میکند نه خواهر و برادر. وقتی پدر و مادری بد اخلاق دارد یا ظالم دارد یا خواهر و برادر ظالم دارد چی کار کند؟ از بحر پدرش گذرد، از بحر مادرش گذرد که عاق می شود، قطع صله رحم می شود. به خاطر زنش با خواهر و برادرش قهر شود که دیگر بدبختی دنیا و آخرت است. هر کسی که با خواهر و برادر خود قهر می شود ملعون است، لعنت شده است. هر کسی که با خواهر و برادر خود برای مشکلی های دنیا قهری است، برای مشکلی های دینی، برای اصلاح یک مدت قهر شدن، چیزی دیگر آن هم یک مدت کوتاه. پس از شکایت های ما آیا راهی حل پیدا می شود یا نه؟ و آره بعضا راهی حل در حقیقت پیدا می شود، اما اگر آن را همچون جنگ و جنجال نه، همچون یک مشکلی عائلوی ما پیشکش کنیم، یعنی یگان مشکلی را با جنگ و جنجال کردن و با شکایت کردن و با گریه کردن و با قهر شدن و با خود را به بیماری زدن و حل کردن نمی توانیم. آره گوش میکند از ترس، بیچاره مرد بعدم میگه یک احمق است، یک بیعقل است. یعنی چقدر مردهایی هستند که اساسا دوریشان از خانه یا عموما بهانه گفتن که با زنشان روبرو نشوند فقط همین است که زنی جنگره دارند، زنی دارن که وای آرامی صحبت کردن نمیتواند، یا چه خیلی گفتم صحبتی وای به جز شکایت چیزی دیگری نیست، از همه جا شوکه، از همه کس شوکه. پس وقتی شکایت میکنیم اولا راهی طرز شکایت را بدانیم که چگونه شکایت کرده ایستادیم، این جنجال است یا شکایت. دویومن شکایتی که ما داریم آیا شوهر آن را حل کرده میتواند یا نه؟ یعنی شکایت از مادرش میکنیم، چیکار کند؟ با مادرش قهری شود، چه خیلی گفتم مادرش را پرتاید، چیکار کند؟ یا درباره یک چیزهای صحبت میکنیم که عموما از دست او نمی آید، اما وقتی که از دست مرد می آید و حل کرده میتواند، مثلا بعضی اخلاقهایی که دارد یا دیر آمدن یا بعضی گناههای پنهانی و آشکاری که زن و شوهر این را خوب میدانند، آن را از طریقه صحبت کردن آن هم در آرامی که همین گونه مشکلی داری حل نشد مصیبت بزرگتر می شود، یا آن را گفتن به یک نفری که به ما می تواند راه نشان دهد.